عرض کنم. خداوند داریم. یه جا میگیم به نام خدا، یه جا میگیم بسم الله الرحمن الرحیم، جای دیگه دعای ندبه و در جای دیگر دنیا، در 4 مفهوم. آنجایی که میگوییم به نام خدا یعنی بهترین نون آ منم بهترین نون آ منم خدا. پس که خدا نون است. و در بسم الله الرحمن الرحیم میگوییم بهترین سین منم الله. پس که الله سین است. و در ندبه میگوییم ند بهترین اوست و ند همان 9 دال است، یعنی 9 آدمیزاد است. و در مفهوم دنیا دن یاست، دنون. در ندبه 9 دال است و در دنیا دنون است. فلذا در مفهوم خدا میگوییم ندبه 9 تا از بهترین های آدم ها یا آدمیزادها ندبه منند. اینجا نوشتم 9 تا بهترین دال ها به علاوه خداوند می شود دنیا و 2 تا بهترین نون ها به اضافه خداوند می شود دنیا. پس که دنیا مساوی است با 9 تا آدمیزاد، 2 تا نون، 1 دونه خداوند شد 12 تا و 1 دونه هم خدا که میشه 13 تا. فلذا عیسی عزیزم 12 حواری داشت و ما 12 امام داریم. و علی به عدد 13 نگاه کنید لطفاً. آیا این 13 همین 13 نیست؟ در ابتدا جهان بیشکل بود، بیشکل. و علی نقطه زیر ب و احمد خود ب.